در تاریخ 29 نوامبر سال 2024 در فدراسیای پایگاه و بازکشی جمهوری تاجیکستان جلسه با اشتراک رهبریت نو برگزار گردیده در آن همه مسائل روزمره مورد تحلیل و محاکمه قرار گرفت. مقصد برگزار نمودن جلسه مذکور این شناسایی رهبریت با اعضایان فدراسیه و محاکمه کردن روند چاره‌بینی‌های بازکشی در قلمرو جمهوری بوده، همزمان برای برطرف کردن کمبودی و نارسایی‌ها در چاره‌بینی‌ها و این چنین تکمیل دادن فعالیت فدراسیه روانه گردید. در نتیجه جلسه قرار زیرین را قبول نمود. چاره‌بینی بازکشی در تاریخ 1 دکبر سال جاری در شهر حصار با تمام طلبات جاری در سطح بلند با نظرداشت همه ایرادهای قید گردیده تشکیل و گذرانیده شود. رعایت قطعی قاعده‌های برگزار نمودن مسابقه‌های بازکشی در شهر و ناحیه‌ها برراه مانده شده، کمبودی‌های در جلسه مذکور قید گردیده از جمله با مسئولیت پیشکی گروه سازمان داده طریق صنعی حلال نمودن سالم، استفاده ریسمان یا اینکه چلبری دستی، بندی قاشزین استثنا کرده شده در حالت راه دادن به این قاعده ویرانکنی‌ها چاره‌های مشخص تا برکنار نمودن از این چاره‌بینی‌ها اندیشیده شود. پرونده‌های شخصی کارمندان و اعضایان فدراسیای پایگاه و بازکشی جمهوری تاجیکستان از طرف مسئولین فدراسیه برراه مانده شود. گروه کاری جهت تکمیل دادن آیین‌نامه فدراسیای پایگاه و بازکشی جمهوری تاجیکستان و قاعده‌های برگزار نمودن مسابقه‌های بازکشی و پایگاه در جمهوری تاجیکستان سازمان داده شده در مهلت کوتاه‌ترین حجت‌های بالاذکر تهیه گردیده به رهبریت فدراسیه پیشنهاد کرده شود. در روند چاره‌بینی بازکشی جهت پیشگیری و اصلاح کردن قاعده ویرانکنی‌ها از این پس چاره‌های انتظامی اندیشیده شده داوران کارت‌های زرد و سرخ تطبیق نمایند. در چاره‌بینی بازکشی از این پس اشتراک چواندازان از یک شخص به اندازه از 3 چوانداز و 1 نفر یاردمچی محدود کرده شود. اشتراکچیان چاره‌بینی بازکشی را ضرور است که طلبات مذکور را قطعاً رعایت نمایند. در حالت تکرار نمودن چنین یک قاعده ویرانکنی مذکور اشتراک منبعد چواندازان در چاره‌بینی‌های دیگر منع کرده شود. روند تقدیم و تقسیم سالم‌ها در چاره‌بینی‌های مذکور به ترتیب معین برراه مانده شود. معرفگر چاره‌بینی بازکشی خالق قطب‌الدین وظیفه‌دار کرده شود که اعلان گرفتن سالم را تنها بعد قرار داوران اعلان نماید. مسئولین فدراسیه‌ها وظیفه‌دار کرده شوند که کارهای فهماندهی را با تماشابینان و مخلصان برراه مانده مدنیت و معرفت مخلصان بلند برداشته شود. بعد گذراندن چاره‌بینی‌های بازکشی در فدراسیه جلسه برگزار گردیده روند گذراندن آن زیر تحلیل و بهاگذاری قرار داده شود. از نتیجه تحلیل و بهاگذاری چاره‌های انتظامی و هوسمندگردانی تطبیق کرده شود. مسئولین چاره‌بینی‌ها یعنی رهبریت فدراسیه‌ها در ولایت و شهر و ناحیه‌ها ضرور است که طلبات پروتکل جلسه مذکور را زیر نظارت قطعی قرار داده اجرایش آن را به چون و چرا تطبیق نمایند.